سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام شما دوستان عزیز. امید که جور و صحتمند باشیم. امروز آمدیم داخل گرده پارک هستیم و دوست عزیز خود کنار خود داریم و یک چالش خیلی قشنگ داریم. امید که بیننده باشیم. یک معرفی دارن دوست ما. سلام. به نام خدا، ایرج عربم، یکی از باشندگان ولایت هرات. ایرج جان عزیز، ما امروز یک چالش داریم. آیا این چالش خدمت پیش میبریم؟ خب بستگی داره چالش ما چی باشه. اگر چالش ما طوریه که شما یک دوستی که خیلی سر از او حساب میکنین به زو زنگ میزنین و از او درخواست مقدار پول میکنین. بعد ببینین او درخواست شما رو قبول میکنه و آیا حاضر میشه که او مقدار پول بر شما بده. یکی از بعضی از دوستا هستن، من یک چند نفر یک ارتماس میگیرم، اگر اونا جواب دادن باز، اگر ندادن خیلی عالی. باشه دوستان عزیز، میریم میبینیم که دوست ما تماس میگیرن با یک از دوستا خو، آیا او دوست از اون حاضر میشن که این مقدار پول بر از اینا بدن یا نه. بیننده باشین. بله سلام دکتر صاحب، خوب هستین؟ سلامتید؟ من بخیر. شکر خدا، سلامت باشین. به کجا این دکتر صاحب؟ گفتم دکتر صاحب غیر از مزاحمت برای من آمدم که به یک جای لاجگر وسیله‌ای گرفتم، یک 6000 پول. متاسفانه پولم کم بوتی کرد. خود دوستا بیری اومدم پولم کم بوتی کرد. گفتم اگر لطف بکنین بریم 6000 پول برسونیم، باز ان تا یک هفته بالاخره تا هر وقت ان باز دستم باز بشه برای شما برسه. اوکی بکار دارم. دیگه اگر لطف بکنین ان تا نیم ساعت دیگه بریم برسونیم، یا خودم آدرس بدیم بیام بگیرم از پیش شما. باشه میرم انتظار کنم میرم انتظار پیش شما. یعنی من دلجم باشم دکتر صاحب، خاطر از اینکه به سایلور بگیر. دلجم باشه. تشکر دکتر صاحب، تشکر. لطف کردید. باشه دکتر، باشه بخیر باشه. تشکری میکنیم از این دوست عزیز ما.